خیلی خوب. برو آفرین آفرین. از کابل جان پریدم بنغال نو رسیدم از خاطر امید جان دود چرس کشیدم نه 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 نه. بالت بگیرین سه شد. درست؟ کش نکنین. یک دقیقه صبر. با یک سر دستمال میدم به شما. صبر صبر زور نکنین. زور نکنین. خب فعلا قوت نکنین. خب یک دقیقه خود آماده بسازین. آماده بسازین. چای خوردم صبای دم تخت نان بای جوا جانگم کدام خدی بوجی گلای. همراهان عزیز در قسمتی با گروهی و تجمعی از اطفال قرار گرفتم و قرار امروز از اینا یک مسابقه و یک گیمی بازی کنیم. ببینم که اینا چیکار میکنن. بچه ها سلام. خوبین؟ قرار امروز شما یک بازی کنیم. درسته؟ هستین؟ مرا دسته هم ازم یک سر. آفرین. یک بازی قراره انجام بدیم و بیننده ها ببینن. درسته؟ خوشیه؟ موفق باشیم. آفرین. خب بازی ما از این قراره. خب چشما یک شمار امروز دستمال بسته میکنیم که نبینیم. بعد دستمالی تو دراز میکشیم و تا 10 شمار میکنیم. مثلا 1 میری از اون طرف دستمال، 2 پس می این طرف، 3 میری اون طرف، 4 می این طرف. درسته؟ تو باید 10 بار که از این دستمال تیر میشی طرف و طرف به بالای دستمال لغت نکنی، یعنی پای تو بالای دستمال نخوره. درسته؟ کدام شما انجام میدین اول؟ خب اینا انتخاب هم سخته. تو انجام میدی؟ سه ما تو انتخاب میکنیم. درسته؟ بچه های دیگه گرد بشینین. آفرین. خیلی خوب. یکی شما خود ما کمک کنین. اینمی تو سه شد. اینمی رو عبار کنین. آفرین. خیلی خوب. تو حاضره که انجام بدی؟ خیلی خوب. باشه از اینمی دستمال بندای عزیز استفاده میکنیم ببینیم که این بچه همراه ما این گیم چطور بازی میکنه. درسته؟ یه شما بگیم من با شمار میکنم. خب 1 2 1 برو 1 2 3 4 5 تو تا 10 میشمرم به این حالت که پای تو نباید جونزی بخوره. درسته؟ سه شد. خب بیننده‌های عزیز من چشمای از این طفلک نازنین بسته میکنم. چشمایتو نبینه دیگه. یک دقیقه صبر. یک دقیقه. یک دقیقه چشمای زیرگار نشه. نمیبینی؟ مطمئنی؟ مطمئنی که نمیبینی؟ نشه که باز بینندار بازی بدی. نشه دیگه که بینندار بازی بدی. خب بیننده عزیز ما چشمای از این طفل نازنین بسته کردیم. میبینی؟ واقعا نمیبینی؟ حتما دست بده. نه واقعا نمیبینه. سعی شد. اینا حالا فاتور خود دیدی به کجایه؟ درسته؟ فاتور خود دیدی که به کجایه. درسته؟ اینا حالا تو از روی از این پاتو 10 بار با شمارشی که من میکنم تیر میشه. درسته؟ اینا حالا خب بیننده عزیز گیم شروع میکنیم ببینیم که این طفلک نازنین چه کار میکنه. 1 خیلی خوب. برو آفرین آفرین. آفرین. 4 5 6 7 8 خب بیننده عزیز خب نکن باز نکن. نه باز نکن. یک دقیقه صبر صبر. نه تو 8 رفت. خب پس اینجا راسته شو ادامه بده. خب 8 برو 8 آها 9 ده چقدر باقلهوری ماشاءالله. باز خود چشما خور. باز خود چشما خور.
میفهمی عزیزم تو چیکار میکردی؟ اصلا پتوی حضور هیچی نبود. چشم عزیزم خب بیننده عزیزم را باشین تا یک گیم دیگر بازی کنیم امروز. بیننده های عزیز در قسمت گیم و بازی دیگه امروز تفلکای نازنین رسیدیم. قراره که تیم الف و تیم ب یا ا و بی این دستمال به دست از اینا قرار بدیم و ببینیم که کدام تیم برنده میشه. درسته بچه ها؟ خیلی خوب. شما تیم ا و اینا تیم بی. درسته؟ خب من یک سر دستمال میدم به شما. خیلی خوب شما بگیرید. شما بگیرید. خلاص. یعنی مولد بگیرید. سهش. درست؟ کش نکنین. یک دقیقه صبر. با یک سر دستمال میدم به شما. صبر زور نکنین. زور نکنین. خب فعلا قوت نکنین. خب یک دقیقه خود آماده بسازین. آماده بسازین. یک قدم پیش بیاین. شما یک قدم پیش بیاین. ببینید هر وقتی که شمارش شروع کردم که گفتم 3 2 1 با شروع کنین. درست؟ فعلا نی. خب بیننده‌های عزیز ما در قسمت اجرای گیم رسیدیم. پس با شمارش 3 2 1 خیلی خوب شما برنده از این برنامه شدید. خیلی خوب به شما بسیار زیاد متاسفیم ما. خیلی خوب مقصد بیاین یکی از این تیمی برنده بیا که امروز گپ بزنم. چی میخوری تو که قوت داری؟ هیچی دیگه خرجی که مردم میخوام. مثلا شو چی میخوری؟ شو برنج بعد شو قرمه همین چیزا. ما با مدرسه ایم عدس هم خیلی میخوریم. عدس هم میخوری؟ یعنی دلیل ازی پرقوتی تو عدسه؟ بله. پس ببینین دو میگه کلگی عدس بخورن. خیلی خوب تو بیا. شریف هم اسم عدس بیامده. خب عزیزی من. خب اسم تو چی بود؟ محمد آصف. تو چی میخوری شو؟ ما میتونم. فقط برنج و عدس یا؟ بله. قوت از کجا آوردی؟ میتونم. خب؟ بله. یعنی حاضر بودی که اگر اونا مثلا 5-6 نفر هم باشن بازم از اونا زور شوی؟ خیلی خوب. بر علاوه ازی که به این گیم بردی کدوم ورزش دیگه هم میکنی؟ نه. هیچی؟ فوتبال میکنم. فوتبال میکنی؟ بله. چه کار میکنی؟ کاروبار تو چیه؟ خیاطی میکنی؟ بله. خیلی شاگردی؟ بله. خب تیم برنده ما یک نفر دیگه هم بود. تو بودی نه؟ اسم تو چی بود؟ فرید احمد جان گل. تو چی میخوری شو؟ من میتونم برنج و عدس. برنج و عدس؟ و دلیل ازی که توی تا قوت داری به خاطر برنج و عدس نیه؟ از این نوع بازاری هرات چند تا میخوری؟ صبح یک دونه رو تو خود چای میزنی؟ خیلی خوب. ببینید دا کدام گفتنی نداری؟ نه. هیچ گفتنی نداری؟ حالا تیم برنده که هسته خوش ما مسابقه کردیم بازو تیمی که بازیر بالاخره بای داده خو نمیشه امروز اونو مسابقه نکنیم نه؟ اونا هم خلاصه اگر کم بیشتر قوت میکردن شاید از شما میبردن. پس بریم سر تیم یا اونا رو هم امروز ببینیم امروز شما مسابقه کنیم. کجا شد اک سر تیم؟ نه سر تیم پیدا کنم. خب تو چی میخوری که بای دادی بازیر؟ من برنج. تو هم برنج میخوری؟ الان برنجو از اونو تا برنجو شما فرق میکنه. اسم تو چیه گل من؟ امیر محمد از هراتی؟ بله. خیلی خوب. نه جدی تو صبح چند تا نون بازاری میتونی بخوری؟ من نصفی. بدینیم بیننده عزیز یک دونه نون بازاری میخوره که برنده شده. پس به تو توصیه میکنم که یک نون بازاری بخوری هر صبح که قوت داشته باشی و بالاخره برنده شوی. خوبه؟ کدام پیامی به بیننده ها نداری؟ بیننده ها خیلی شما دوست دارن. نه. نداری؟ نه. یک سلامی هم نمیکنی امروز شو؟ سلام. خیر باشید. با ما همراه باشین بیننده عزیز. همراهان عزیز این تفلکای نازنین بعد از اینکه گیمار همراه ما بازی کردن از ما درخواستی دارن. ببینیم چی میگن. چی درخواست داشتی عزیزی من؟ شعر بخونم. شعر میخوای بخونی؟ شعر. خیلی خوب. و تو؟ شعر میخوام بخونم. تو هم میخوای شعر بخونی برای بیننده ها؟ چقدر عالی. و تو؟ من برای شعر میخونم که مردم خوشحال شن. خیلی خوب. تشکر بسیار زیاد که تو میخوای مردم با خواندن شعر خوشحال بسازی. پس یک کار میکنیم اول تو میخونی شعر خور بعد از این به نوبت با تو بخون و باز تو بخون. درسته؟ ما و بیننده هم میبینیم که شما چی کار میکنیم. درسته؟ بفرمایید. از کابل جان پریدم بنگال نو رسیدم از خاطر امید جان دود چرسه کشیدم نه 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 نه. خیلی خوب. خلاص شد جانه.
خیلی خوب. از خاطر من چی کشیدی؟ دود چرس. وای وای دیگه نکو دیگه من لازم نمیبینم تو دود چرس بکشی. چه گنجره مقبولی داری تو؟ بله. خب چند وقت پیش میخوانی؟ هیچ میخوندن از این محفل و مردم که میخونم ما یاد گرفتم. خیلی خوب. قراره که تو هم بخونی. الو. چای خوردم صبای دم تخت نون وای جوا جانگم کدام خدی بوچی گلای دیگه خلاص میغزه. خیلی خوب. من فکر میکنم تو بسیار پس و پیش شدی، فکر کنم قراره خوب بخونی با ما نه؟ ها؟ بخون. اشتینه و اشتینه آزان داده بشینه نفرهای جاوی جان چک چک درک نداره لای 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 سر سر کوتل هستم مطلب موتر هستم بلا برادی موتر عاشق و دختر هستم اشینه و اشینه آزان داده بشینه نفرهای جاوی جان قرار به سر جاخ بشینه سر امی اکابل جان پریدم و قندار جان رسیدم و خاطر رفقا یک لک چرس کشیدم بیا بیا در برام تبعید درد سرم اخلاقی تا خوب بگی تربت مشیر میبرم عدور بینوایه خند کدم میایه نقشت کنم به دوال فرا جانه گجایه تخلش خیلی خوب خیلی خوب. جالب بزنیم بینده اینا وقتی که میخونن باز به می توسط دهن خب با سازم میزنن. خیلی خوب خیلی خوب. تشکر. بخیر باش.